سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 8 مارس است. با استفاده از این فرصت تمام زنان و بانوان و مادران را با جشنشان تبریک میگوییم و از نام کلی کارمندان رادیوی آزادی برایشان بخت و سعادت تمنا داریم. طوری میبینید بینندگان گرامی، مسئولیت تقدیم برنامه‌های امروز در رادیوی آزادی امروز بر دوش مردان است. ساعت به وقت دوشنبه 2 به وقت مسکو 12 و در پراگ رساده است. حالا تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید مشکلی هایی که در دوران پاندمی کرونا ویروس ظهور نمودند احتمال باعث ازدواج 10 میلیون کودکان در سال آینده گردد. در گزارش یونیسف که در عرفه روز 8 مارس روز بین المللی زنان نشر شد گفته می شود که بسته بودن در مکتب ها، فشار اقتصادی، قطع خدمات، حمل و مرگ والدان از کرونا ویروس ضعف دختران را بیشتر نموده امکان دارد سببگار ازدواج های برمحلی کودکان شود. مؤلفان نوشتند که عائله‌هایی که در وضع ناگوار اقتصادی قرار گرفتند شاید کوشش کنند که با هدف کاهش فشار دختران نورس را به شوهر بدهند. دادگاه عالی تاجیکستان یک ساکن 38 ساله شهر وحدت را به حبس ابد محکوم کرد. ظفر رجبوف به تجاوز و کشتار دختر 11 ساله گناهکار دانسته شد. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید محکوم شده 25 آگوست سال گذشته با استفاده از تنها گشت و گذار کردن زلاله سفر روی خردسال در محله 9 کیلومتر شهر دوشنبه او را به خلوتگاه ایستگاه راه آهن دوشنبه وحدت میبرد. محکوم شده نابالغ را لطوکوب و تجاوز نموده و از جای حادثه فرار میکند. در نتیجه دختر خردسال از جراحت‌های برداشته به هلاکت میرسد. ماه گذشته کمیته کار با زنان گفت در یک سال اخیر در کشور دست کم 9 نابالغ قربانی تجاوز به ناموس شده است. چند پیش یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی از مقامات تاجیک خواسته بودند جزا را برای آزار جنسی نابالغان سخت‌تر کنند. من بعد جلب مهاجران مهنتی به ولایت مسکو طبق ترتیب نو صورت میگیرد. در این باره سر ریاست امنیتی منطقوی ولایت مسکو در سامانه خود خبر داده است. به همین منوال شرکت هایی که به نیروی کاری مهاجران نیاز دارند باید انتقال آنها، درست کردن حجت ها و بستن شرطنامه مهنتی، تشکیل جای خواب و خوراک و رعایت قاعده های بهداشتی و اپیدمیولوژی در حدود روسیه را تامین کنند. قاعده های نو از سوی وزارت مهنت روسیه ترتیب داده شده است. بنابر پاندمی کووید 19 که کمبود کارگران را به وجود آورده است، تنها به ولایت مسکو جلب 10,000 مهاجر در ساختمان ها و بخش کمونالی در نظر است. یادآور می‌شویم بنابر بسته بودن مرزها چند ماه به این طرف شرکت‌های اساساً ساختمانی به انتقال گروهی مهاجران از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان به روسیه مشغولند. در صورت برقرار شدن پروازهای دائمی بین تاجیکستان و روسیه یک خط سیر دیگر تشکیل می‌گردد. خبرگزاری‌های منطقوی از قبل مأموریت فرودگاه پلاتوف درباره راه‌اندازی پرواز مستقیم میان شهرهای رستاف، لبیدان و دوشنبه، خوجند و باختر می‌نویسند. سنه احتمالی 29 مارس امسال نام برده می شود، اما وابسته به وضعیت اپیدمیولوژی و تصمیم ستاد مبارزه با کرونا ویروس در روسیه شاید اولین پروازها دیرتر انجام داده شود. انتظار می رود پروازها را بین تاجیکستان و روسیه شرکت اورالسکی اویالینی انجام بدهد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن یک عده چاره‌ها برای احیای مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان را مطرح نموده است. در پیام بلینکن به پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که روز 7 مارس در تلویزیون طلوع انتشار گشت، نکته‌های کلیدی برای ختم 12 ساله جنگ در افغانستان پیشکش شده است. آخر هفته گذشته فرستاده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد با تفصیلات پیشنهادهای ایالات متحده آمریکا در قطر با نمایندگان طالبان مذاکرات کرد. فعلا در افغانستان نزدیک 2500 افسر و سرباز آمریکایی مستقر می باشند. طبق سازش ایالات متحده آمریکا و طالبان که ماه فوریه سال 2020 در قطر امضا شد، نظامیان آمریکا باید تا 1 می از افغانستان بیرون شوند، ولی مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن بررسی تطبیق سازش با طالبان را دستور داده است. بالاروی نرخ مواد سوخت ارزش راهگیری میکرواتوبوس‌های مسافربر در شهر خوجند را افزایش داده است.
به نوشته خبرگزاری محلی ولایت سوخت، شروع از 4 مارس نرخ راهگیرا در داخل خوجند به جای 1.30 درم قبلی 1.50 درم مقرر گردیده است. مدیر شعبه نقلیات و کمونیکاسیون حکومت ولایت سوخت تغییرات در نرخ‌ها را به گران شدن بنزین و گاز مایع و قسم‌های احتیاطی ربط داده است. این زمان در شهر خوجند میکرواتوبوس‌های 5 شرکت نقلیاتی به انتقال مسافران مشغولند. جایز به تاکید است که نرخ 1 لیتر بنزین در تاجیکستان از مرز 8 سامانی عبور کرده است. 2 هفته پیش قیمت این نوع سوزشواری حدود 7 سامانی و 20 درم بود. نرخ گاز مایع نیز از اول سال 12% گران شده است. ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان به وزارتخانه‌ها دستور داده است که برای امگذرانی اهالی آمادگی بگیرند. بر اساس قرار ستاد، وزارت تندرستی موظف شده است که به نقشه‌گیری اهالی را از روی سن و سال با در نظر داشت مرحله دوم و سوم امگذرانی انجام دهد و به زودی برای تصدیق به حکومت کشور پیشنهاد کند. وزارت کارهای خارجی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی عهدهدار شدند برای تأمین دسترسی وسیع اهالی به واکسن جهت دریافت منبع‌های علاوه‌ای مبلغ‌گذاری تدبیرهای مشخص اندیشیده. ستاد همچنان وزارت‌های تندرستی، فرهنگ، کمیته تلویزیون و رادیو را موظف کرده است تدبیرهای فهماندهی را بین اهالی عاید به جلوگیری از کرونا ویروس و ماهیت واکسیناسیون وسعت دهند. این در حالی است که باید ماه جاری طبق برنامه کوواکس صدها دانه واکسن استرازنیکا به تاجیکستان آورده شود. مقامات انتظامی دوشنبه یک زنی ساکن 53 ساله پایتخت را جستجو دارند که در کشتار پسر بچه 7 ساله متهم است. قتل خواننده صنف یکم 5 مارس به عمل آمده است. در این جنایت همسر عمکی پسری کودک گمان بر می شد که گویا پسر بچه را بعد مکتب به خانه‌اش دعوت کرده، بعد 10 دقیقه از منزلش بیرون رفته و غیب می زند. این لحظه ها را کامراهای مشاهده‌ای ثبت کردند. جسد پسر بچه را در منزل زن شوهرش پیدا می کند. گفته می شود احتمالاً این زن بیماری روحی دارد. بینندگان عزیز، حالا برای شما درباره قرب اسعار خارجی نیز معلومات می دهیم. بانک ملی نرخ $1 را امروز 11 سامانی و 30 درم و 1 یورو 13 سامانی و 49 درم تعیین کرده است. امروز 8 مارس 1000 روبل روسی 150 سامانی و 90 درم نرخ گذاری شده است که نسبت آخر هفته گذشته کمتر است. اینجا رسیدیم به پایان این نشر سرخط خبرها. اخبار و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی که ساعتی رسا یک با وقت پراگ تقدیم می شود می توانید مستقیما تماشا کنید و ثبتش را هم در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب قابل تماشا است.